سلام. آموزش امروز طرز تهیه بادمجون سوخاری به سبک ایتالیاییه. از این بادمجون سوخاری خوشمزه میتونید به عنوان پیش غذا، مزه، ساید دیش کنار بشقاب اصلی یا حتی به عنوان غذای اصلی استفاده کنید. خلاصه که خیلی خوشمزه و مفید و از همه مهمتر ساده است طرز تهیهش. قبل از شروع ممنون میشم همین الان این ویدیو رو لایک کنید. اگه کانال منو سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنید، زنگوله کنارش هم فشار بدین تا از ویدیوهای جدیدی که میذارم مطلع بشین. اگرم توی ایتالیا زندگی میکنین یا تو سفرتون به ایتالیا بادمجون رو با این مدل طبخ خوردین، ممنون میشم تو کامنت ها نظرتون در مورد طعم و مزه فوق العاده‌اش بنویسین برام. خب بریم با هم دیگه شروع کنیم. یه عدد بادمجون دلمه‌ای یا پوست میگیرین و بعد برش میزنید. میتونین از هر مدل بادمجونی استفاده کنید. اگه از بادمجون معمولی استفاده میکنید دیگه برش نزنید و سعی کنید از سایز متوسطش استفاده کنید که بعد از سرخ کردن خوشگل‌تر و بهتر در بیاد. برش های بادمجون نباید خیلی نازک باشه چون ما باید وسطش رو با چاقوی چاک میدیم تا بعداً توش پنیر بذاریم. میتونین کمی نمک به بادمجون بزنید و بذارید یه مدت بمونه یا همون موقع سرخش کنید. توی روغن داغ هر دو طرف بادمجون رو باید کامل سرخ کنید. حواستون جمع باشه که بادمجون فقط باید طلایی بشه و اصلا نباید بسوزه. بهتره که وقتی که در حال برش زدن بادمجون هستین توجه کنید که ضخامتش حدوداً 1 سانتیمتر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما وسطش رو برش زدیم که بعداً داخلش پنیر بذاریم. وقتی دارین پنیر رو داخل بادمجون میذارین خیلی مراقب باشین که بادمجون پاره نشه که بعداً مواد از داخلش بریزه بیرون. من از پنیر ورقه‌ای گودا و کمی پنیر موتزارلا و پنیر پیتزای ترکیبی استفاده کردم، اما دنیای پنیر خیلی وسیعه و شما هر پنیری که دلتون خواست میتونین داخل بادمجون بریزید. فقط حواستون باشه که بهتره که خیلی بادمجونتون حجیم نشه یعنی یه سطح صاف داشته باشه که بعداً که میخوایم دوباره سرخش کنیم ظاهرش خوشگل‌تر بشه. کاملا پنیر رو داخل بادمجون فرو میکنیم و بعد میریم سراغ مرحله بعدی. برای سوخاری کردن بادمجون اول به 2 تا تخم مرغ کامل احتیاج داریم که توش کمی نمک و فلفل و حدوداً 1-2 قاشق شیر میریزیم. این ترکیب با هم میزنیم تا تخم مرغ از اون حالت لختگیش در بیاد. اگر بادمجون سوخاریتون رو خواستین به مقدار زیاد درست کنید، خب مسلماً به همون مقدار تخم مرغ، آرد و پودر سوخاریتون هم باید اضافه کنید. تخم مرغ رو کمی با چنگال یا همزن هم میزنیم تا آماده بشه. بعد از تخم مرغ میریم سراغ آرد سوخاری. به آرد سوخاری کمی نمک، فلفل و زردچوبه اضافه میکنیم. توی این مرحله میتونیم اگه دوست دارین بادمجونتون کمی تند باشه پودر فلفل قرمز، پودر چیلی و یا کمی پاپریکا هم برای عطر و طعم بهترش اضافه کنیم. بادمجون اول توی آرد سفید کاملا آغشته میکنیم. مرحله اول آرد سفید هست. بهتره که ظرفی که برای آردتون در نظر دارین ظرفی باشه که بادمجون بتونه کاملا توش بخوابه و کاملا به آرد آغشته بشه. بعد بادمجون رو کمی تکون میدیم تا آرد اضافهش بریزه و بعد داخل تخم مرغ هم زده میغلطونیم. 2 طرف بادمجون رو تخم مرغی میکنیم و بعد بادمجونمون رو داخل پودر سوخاری میذاریم تا کاملا به پودر سوخاری آغشته بشه. همینجا بگم که اگر پودر سوخاری نداشتین ولی نون باگت داشتین، خمیر داخلش رو در بیارین، بذارین خوش بشه و بعد پودرش کنید و کاملا میتونین به جای آرد سوخاری ازش استفاده کنید. مسلما مثل آرد سوخاری خیلی ترد ممکنه نکنه اون بادمجونتون رو، یا اگه برای مرغی چیزی میخواین استفاده کنید، ولی وقتی که آدم امکانات نداره جایگزین ها بهترین گزینه هستن. در مرحله آخر بهتره که روغن توی یه قابلمه کوچیک و گود بریزین و بذارین روغن داغ بشه. بعد شعله رو متوسط کنید و 2 طرف بادمجونای سوخاری رو کاملا سرخ کنید. وقتی که سرخ شد توی ظرفای مورد نظرتون بذارین و سرو کنید. به همین راحتی بادمجون سوخاری بسیار خوشمزه‌تون آماده میشه.
که میتونین با سس کچاپ یا هر سسی که دلتون میخواد سروش کنید. درست کنید و نوش جان کنید. ممنون میشم که اگه ویدیومو دوست داشتین همین الان لایک کنید. اگه کانال منم سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنید، زنگوله هم بزنید تا از ویدیوی جدیدم مطلع بشین. خوشحال میشم که نظراتتون رو تو کامنت برای من بنویسین.